این فریده نیست مگر؟ او ما رو دید. من هم همین رو میخواستم. فریده سرده، نزدیک نشو. گوش کن، میدانم که از من رنجیدی، اما با من گوش کن. اگر در وقتش میگفتی میفهمیدم. دیروز روزی گذشته، اما اکنون خیلی دیر شد. با خدا نمیخواستم که تو چنین آگاه شوی. من به شوهرم گفتم که به تو همش رو گوید. شما کاردار نشوید. این رو بینه، باز کاردار نشو میگوید. یاسین رو که از حبسخانه برآورده؟ من فرزندانی تو رو نگهداری کردم، فهمیدی؟ از حبسخانه؟ من خبر نداشتم. او را از حبسخانه گرفتم. من در بیمارخانه، پسرت در حبسخانه. تو با شرف خانه دار شدی. تو چه خیلی انسان هستی. با خود بیا فریده، شرمنده میشویم. تو مگر از شرمندگی میترسی؟ کورنمک افسون! فرزندانت رو گرفته از حیاتیمون نیست شو. از این پس به شما یک تنگه هم صرف نمیکنم. افسون بس کن! با من نرس، با من دست نرسون شرف. تو دیگر با من کی میشه که دست میرسونی؟ یا؟ تو از این آدمون دیگر یکون فرقی نداری. با من بیگانه ای. همسری تو آنه در اونجاست. با من گوش کن شرف، نخست گوش کن. این افتیدنی آخری نبود. دیگر نمی افتم. دیگر من رو عذاب نمی دیدی. Hiç almıyor bunlar, nasıl oldu? Yalan mı yeşerdi, yeminler mi soldu? Bir bir soldu. Kalbim unut gitsin geçmiş acıları. Alev alev yanıp küle döndü yağmurlar, hep ağladım. Kaç yarın günlere döndü, ufukta kaç güneş söndü. Yüreğim kaç isyan gördü. Bekledim یعنی فرزندان مرا نگاهبین کردی؟ در نزد فریده مرا شرمنده کردی. آفرین افسون، قند زن. وقتی خوردن خوب بود، وقتی شنیدن باشد وزنین. ها؟ مرا میزنی ها؟ شکر کن که تو را نکشتم. از این کاری کردت پشیمان میشوی.
خداوند دل مرا وسیع بگردان که دوست و دشمنم در آن جا بگیرم. به زبانم کلفی بزن تا سخنانی بد از دهانم نبرآیند. به چشمانم سیری و به دستانم برکت بده خدایا، تا فرزندانم محتاج کسی نگردند. مرا همیشه با آدمانی روبرو بگردان که در راهی تو باشند. و هر گاهی که من به غفلت افتادم، آنها مرا از غفلت آگاه سازند. خانم فریده؟ آقای عزیز، خداوند قبول کند. آمین. از شما را نیز. من رفتنیم. اگر خواهید شما رو هم برم. نه من خودم می روم. تشکر زیاد. خانم فریده، شما نادرست نفهمید، اما احوال شما خوب نمی نماید. اگر به شما یگان کمک لازم باشد. نه من خوبم. گوش کن، پگاه عید است. بر وقت خسته نهاری آماده میکنی. شرف به نماز عید میرود. در یک ظرف کلان شیرینی های هر خیلی آماده کن. باز از مغازه رفته نخری. من آنها را دوست نمیدارم. پسرم خوش آمده. مادر بیاید میرویم. با کجا؟ پسرم به استراحتگاه میرویم. با خدا این سورپریز همیشه در فکرم بود، اما پسر دانایم، مادرت را به استراحتگاه میبری؟ با محله پیشینه امون میرویم. میخوای اول آنها را باید تبریک کنیم؟ خب میلش پسرم، میلش. چه تبریک؟ از اینجا میرویم، در آنجا زندگی میکنیم. مرا کشتنی پسرم، تو چه ها میگویی؟ این خانه زیبا رو ترک کنم؟ شما گپی مرا گوش کنید آخر. چیز چاره‌تان را جمع کنید. با افسون جنجال کرده ده؟ روز سخنهای خیلی قبیح گفت. من دیگر طاقت کردن نتوانستم. برایش یک شپاتی زدم. پسرم تو چی کار کردی؟ امروز دیوانه شدم مادر. آخر همش بالای هم میآید. از یک طرف فریده، از طرف دیگر افسون. با فریده چی شده؟ ما را با هم دید، همش رو فهمید. خیلی خوب شد. چه روزیق شده ای؟ همه این گپا رو مانند مادر. زود لباسهایتان رو جمع کنید. یگان چیزی افسون خریده رو با خود نگیرید. با چیزی آماده باشیم با همان میرویم. بیعقلی نکن. کار زود پس میشود. اکنون مسئله فریده حل خود را یافت. شما زن و شوهریت باز آشتی میکنید. کنی پسرم؟ من میروم مادر. پسرم ایستا. یک دقیقه ایستا پسرم. تو با کجا میروی؟ کنی گذشته شین. گذر شین پسرم. کمی آرام شو. شین پسرم. تو با کجا میروی ها؟ فکر میکنی به خانه پیشترمون برمیگردی؟ خانه‌مون از دست رفت پسرم، رفت. تو کرایه یک شب را نمیدونی پسرم، من میدونم. خیر، تو جای کار داری؟ نه، تو را در این سین و سال کی به کار میگیرد؟ باز رانندگی میکنی. اگر آن روز امضا نمیگذاشتی، حالا از اینجا یگان چیزی برده میتوانستی. اما اکنون این طور نیست. هر چیز وقت و ساعت خودش را دارد پسرم، وقت و ساعت دارد. من نمیگویم تمام فرمانهای افسون را بجا بیار، اما باید آمادگی ببینی. آخر چیزی آماده کنی پسرم، برای آن که وقتی که افسون تو را دلگیر کرد در قد کوچه به مال و ملک نمانی. کنی زود رفته سر و رویت رو بشوی. مادرت به تو یک قهوه آماده میکند، نوشیده کمی آرام میشوی پسرم. میلش؟ کنی پسرم، کنی خیز رفته کمی آرام شو. کنی خیز پسرم. زیاد نشو پسرم. مادرت همه‌اش را حل میکند.
خوش اومدی یاسین. من افسون. سلام. پدر این خانم کیستند؟ پسرم، من با افسون. خاموش. خاموش، دوامش رو نگویید پدر. نباید این طور شده باشد. ایست پسرم، من پدرت گپش رو تمام کنم. چی ها میگوید بیبی جان؟ اکا التماس به من گوش کن. اپای افسون رو در یادت داری؟ در خوردی مرا از این خانه گرفته بود. یاد داری؟ این خانم افسون تو رو تنها نه تمامی اویل ما رو گرفته است. من چی به عقلم؟ این خانه، این ماشین همش از آن اوست. نه؟ شما خودتان را فروختید. این طور نگویید. من و افسون یکدیگرمان را دوست می‌داریم. دوست می‌دارید؟ خیر مادرم رو چی؟ دیگر مادرم رو دوست نمی‌دارید؟ خیلی مشکل است یاسین، خیلی مشکل است. تو هیچ چیز رو نمیدانی پسرم. مشکل است. گوسفندهای خانگی خوراک خوب خوردند. نگاه کنه چه فرقه. انا اینجا هم گوسفندهای نرز است. مرحمت گذارید بینید. خریده که یگان تاش را گیرد پشیمان نمیشه. مرحمت، انا اینش را انتخاب کنید یا اینکه انا اینش را بسیار خوب میشود. انا دنباش را بینید. مرحمت خوش کنید که اکی کمال زود باشید. آخر همه بازارهای مال رو گشتیم. زود یکتایش رو انتخاب کنید رویم. پسرم باید خوب نظارت کنم. آخر ما گوسفند رانیه، باید گوسفند صاحبش رو انتخاب کند. اکا این خیل باشد گوسفندی لازمه رو نمیابید. حالا میبینی از اینها یکتایش مرا انتظار است. باید به من یگان اشاره بکند. گوسفندی من رویش دیگر است، گوسفندی من بویش دیگر است. اکا به فکرم اشاره اومد. به خدا رویش رو کن نمیدونم، اما بویش دیگر بوده است. تو چه کار کردی؟ مگر همین طور شناس شدنم اون شرط بود؟ کنی بیا اینجا، بیا جانی من. با تو گفتم که یاسین کنی راگر کمش ماند. اکا چرا این گوسفند رو با ماشین بار نکردیم؟ در 2 دقیقه به خونه میرسیدیم. بس کنه، چرا با ماشین بار نکردیم؟ پای افزال رو شستن آسان، اما ماشین رو چطور میشه؟ کنی راه گردی یا به امید یک گوسفند روز بیگاه شد. بی آخر تو 4 پا داری، خیلی هم رسیدیم. گردید پدر؟ اکا تو کجا شدی ها؟ چی شد امینه؟ احوال مادرم بد است. بیمار است؟ اویله‌دار شدن پدرم رو فهمیده است، با موگم نمیزند. بیا. اکا دارید.
مادر جان، میدونم خیلی مشکل است، اما این رو هم پسی سر میکنیم. همه یک جای پسی سر میکنیم. همین طور نه؟ اگر پدرم نباشند هم ما همین جاییم. من، امینه. شما باید به خاطر ما خود را به دست گیرید. باید سلامتیتان را نگاه دارید. مالش مادر جان. انا بینید امینه هم در همین جاست. او خیلی زیق می شود. مگر شما نگفته بودید که وقتی به چشمانی ما نگاه میکنید طبعتون خوب شده، قوی و نیروی تازه میگیرید. به چشمانی ما نگرید مادر جان. ما همین جاییم. التماس رو افتاده نشوید. کی این کار را کرد؟ پدرم کرد. دروغ. شما دروغ میگویید. حالا هم او را حمایه میکنید ها؟ با تو یکان چیز گفتند امینه؟ این کاری پدرم است ها؟ به خدا من نمیدونم، چیزی نگفت. من میدونم که این رو چی در فهمم. یاسین، افتیدم آخر، افتیدم. پیش پا خوردم و افتیدم. شما دروغ گفتن نمیتوانید مادر جان، ولی پدرم برای این کارش جواب میدهد. یاسین، 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 پسرم ایستو هست. برای خدا وعده میدهم که دیگر نامش را به زبان نمیگیرم. اکا التماس گوش کن، مادرم را گوش کن، زیق میشوند آخر. آقای کمان، اقلا شما بیشی راهی او را گیرید آخر. این رو شرف کردن؟ من به او نشان میدیم. پدر، باز شما سر کردید. بس سردید، صدی را هم نشوید. چه خیل صدی را؟ من هم میروم. بیا ماشین در خواهخانه راه گر رفتیم. یاسین، امینه زود به پدرت زنگ زن. اقلا او یکم بیعقلی نکند. خوش آمدید خانم افزون. از پسی کارت شو، من جواب میدهم. گوش میکنم. الو اپا افزون، تلفنی پدرم خاموش است. اکم به خانه شما میرود، میترسم که جنجال نکنه. شد آرام شو. از چی میترسی؟ آخر امکی کمال هم همراهش است. میترسم که یکو ناخوشی روی میدهد. شد تو خاطر نشو. خوب شد که خبر دادی. من با پدرت خبر میدهم. آخر هممون انسانیم که البته با گپ هم دیگر رو میفهمیم. یکو ناخوشی نمیشود. نه تو خاطر نشو. هیچ چیز نمیشود. زیق نشو. فاطمه، در بیرون رو کشودمون. مهمان می آید. خوب شده است. کلی کنی بیا کمی صحبت کنیم. شما حالا هم در اینجایید؟ این چی بیناموسی و بیغروری است؟ غرور کاری ابلهان است، اما با عقلان همیشه مصلحت کرده راه حل کارو میجویند. کنی بیا صحبت کنیم. درو محکم کن. به خدا با این جسارتی تو حیران شدم. امیدوارم که سببی دارد. در نزد جسارتی تو این چیزی نمی شود. من آدم را غرق کرده نمی توانم. من تنها با زبان کار میکنم، گپ میزنم. البته قاتل بودن این چیزی دیگر است. با سخنهای بیهوده را آغاز کردی. اگر بیهوده نباشد چی؟ اگر دلیل داشته باشم چی؟ آخر میگفتی که اثبات کرده میتوانی. دلیل داری؟ روزی گذشته آهسته
آهسته به او نزدیک شده خاموشانه تله دادی او را. بعد نگاه کرده خندیدی. از پیش خودت میبافی. همش دروغ است. ها میبافم. دیروز از من دلیل میخواستی. انا به تو دلیل کنی تو برای نکردن دلیل داری؟ نه من دلیل دارم. به همه نشان داده میتوانم. تو دیوانه شده ای؟ با من نگر. حاضر زود رفته از شرف بخشش میپرسی. اگر عقل داشته باشی با من خوب رفتار میکنی. از هر چیزهای میده و چویده فیلم نمیسازی. نباشد به تو جزایت رو نشان میدهم. زود باش. خانم افسو کنی بینم. چرا این کار رو کردید پدر؟ چی طور توانستید که با مادرم دست بردارید؟ من این کار رو نکردم پسرم. من نزدم. نخواست رفتید. این هم نخواست میرود. صورتون به مادرم رسیده؟ بینید من در همین جایم پدر. من رو بزنید. من در نزدتون هستم پدر. من رو زنید. زنید. یاسین شرف را میکشن. یاری دهید. یک دیگر رو بخورید. زنید پدر. من رو زده میتونید یا شما فقط به زنها دست میبردارید؟ شد یاسین. شد بس است. اون جزایش را گرفت. شد بس. خدا جزایت را دهد. به مادرت گوی که تو را با ما جنگ اگر یک بار دیگر ندادم. با مادرم دست بردارید میبینید چیکار میکنم. و پدرم بودن تا نگاه نکرده شما را میکشم. فهمیدید؟ اگر یک عمر در حبس خانه پوشیده روم هم این کار را میکنم. فهمیدید؟ بس کن. شد پسرم شد. دب شو از اینجا. دب شو. حال همی سوده است. دب شو. از مادرم دور گردید. دیگر در اطرافی او شما را نبینم. فهمیدید؟ پسرم راه بر. رفتی. شد یاسین. شد کنی بیا اینجا. سوار شم. شین. شد پسرم. آرام شو پسرم. شما رو قتل میکنم. در آخر او را میکشم. خلاص میشم. چرا نگاه کرده میایید کنی یک پیاله آب بیارد؟ گاوری نگاه نکنه. هر کی بد کند با خود کند پسرم. همه ما رو نظارت دارد. به فکری تو کی پسرت رو چونین به غضب آورده است؟ ایست پسرم. بیار آب رو بیار. من مسئله فریده رو حل میکنم. او ما رو فراموش کرده است. شرف؟ تو رو زدند؟ افسوس. زورت نرسید. افسون. میدونم خیلی درد میکند. همین طور نه؟ من همچنین درد یافتم. خاطر نشو. حاضر میگذارد. انا بین از من صحت شد. پسرم تو از زنها هیچ روزی نداشته ای که نداشته ای. باید چیکار میکردم مادر؟ آرام میستادم. او دیگر با ما هیچ کس نمیشود. میفهمید؟ دیگر با ما حقی نزدیک شدن رو هم ندارد. گوش کن. او پدرت است. گوشت رو از ناخن جدا کرده نمیشود. خواهی هم نخواهی هم همین طور هست و همین طور میماند. پگاه باز آدمان میگویند که این مرد پدر یاسین است یا اینکه این جوان پسر شرف است.
مادر پدری من مرد، مثل امکم مثل بابایم پدرم هم مرد. یاسین بس کن. اکا گوش کن. چی شده مینه؟ رنجیدی؟ به خانه مادر اندرت زده در آمدم رنجیدی؟ گوش کن، دیگر او را پدر گفتنت رو نشنوم، فهمیدی؟ یاسین بس است، دیگر من رو عصبی نکن. از این پس هرچی من گویم همان می شود. می خواهی مرا باز به غم گرفتار کنی؟ باز به حبس خانه رفتن می خواهی؟ می خواهی که پیش از مردنم مرا زنده به گور کنی؟ مادر شما از کجا کی گفت؟ از کجایی که شنیده باشم شنیدم. اکنون این مهم نیست. تو حالا هم پسری من هستی. او به شما گفت میخیل؟ گوش کنید، او برای فایده خودش همه رو میفروشد، حتی پسرش رو فروخته است. آخر گوش کن، کسی به انسان از خودش دیده بیشتر ضرر نمیرساند. نکن، عقلت رو کار فرما پسرم، وگرنه حیاتت برباد می رود. آنگاه من و امین هم به غم گرفتار می شویم. تو که این را نمی خواهی پسرم، همین خیل نی؟ میخوری؟ پیسته دارد اختیارت. شما چیکار کردید پدر؟ چیکار کردم دخترم؟ با او حلوای پیسته‌دار میدیم. این رو نمیگویم، ما شما رو برای من کردن یاسین فرستادیم. شما باشید پیش از او جنگ رو سر کردید. البته سر میکنم، کارش به جواب میماند. فریده را به صاحب گمان کرده است، اکنون میفهمد که به صاحب نیست. با کسی اجازت نمیدیم که فریده را آزار ده دخترم، نه فریده را نه فرزندانش را. چی شد دخترم؟ شکر که چون این پدر دارم. پسرم یاسین، یاسین کنی خیز پسر زیبای من، خیز. انا بین کرته و شیمت رو درزمال کردم. امروز همراه اکای کمال به نماز می روی. خیز جانم. مادر چه خیل نماز؟ یاسین امروز عید است، کنی زود خیز رفته طهارت بکن. خیز پسرم. مادر این شرط است؟ یاسین در اون خانه که من بودم مرتا به نماز عید می رفتند. این باید دوام یابد. خیز. من چی کارها کرده ایستادم؟ خدا دریده است. یک دمیست من حاضر میدوزم. نه مادر جان، است لازم نیست. اکی کمال رو زیاد انتظار نکنیم. اما این خیلی خنوب میخوری پسرم. تو انا این رو پوش پسرم. من این رو دوخته میمونم. تشویش نکشید مادر جان، لازم نیست. مگر ندیدید گریبانش، آستینش همش دریده است، پاره پاره شده است. مانید. آماده شیر بچه؟ بله آماده هم. رفتیم. خیر. اینقدر زیبا شدی پسرم. خدا از چشمی بد نگه دارد، نگه دارد پسرم را.
مادر پیر شدم و حالا با من چنین رفتار میکنی؟ تو حالا جوانی پسرم، کاش چشمت کبک بره. به خدا اگر یگان زنی دیگر میشد بالای سر میکرد. این باشد حالا هم خواب است، نه اید را میداند و نه نماز را. خیر مادرم، من رفتم. خیر پسرم. السلام علیکم. و علیکم برسلام. عید مبارک. عید مبارک. تشکر. عید مبارک. مبارک شد. مبارک شد. مردمی بسیار جمع شده است. چیکار میکنی پسرم؟ انتظار میشم مکه. شما روید نماز را خونده بیایید. امروز نماز عید است. خیلی دکه. مگر احوال ما رو نمیبینید؟ گویا چیزی برای خرسندی داشته باشیم. پسرم، 2-3 روز پیش در بالای سر مادرت گریان و نالان میگشتی. انا بین او صحت شد و پاخیست، شما را صاحبی کرد. شکرش رو بجا بیار. خوب میل شکر. در آمده بجای من شما شکر کنید. به فکر ما از مشکلی ها نمیبرایم. تا وقتی این یک رویت با توست ما عذاب زیاد میکشیم. شرف پسرم خیز، از آن را نشنیدی مگر؟ و برادرانت خبر ده روزی عید صبح بر وقت از خواب خیستن بازی می آید. کنی پسرم زود باش. بایدش. یاشر خیز. یاشر از آن گفتم. مهلش کنه دیگر خوب کنم روزم میخیزم. خیزا پیرو. امروز عید است، همین خواب میکنی. مهلش روزم میخیزم. امیر
بیدار شو. از آن گفتم. مالش هستم. روز بخیر. روز بخیر. یاشار در کجاست؟ مگر نمیدونی؟ همین جایم. آفرین یاشار. باوری نداشتم که بر وقت میخیزی. آخرین روزی است. باید بر وقت میخیزم. پسرم کنی زود باشه، دیر میکنه. Geçmiş acıları alev alev yanıp küle döndü yağmurlar hep ağladı alev alev yanıp küle döndü yağmurlar hep ağladı. Kaç yarın günlere döndü. Ay مادرجان زیخ نشوش. کنی دستتون رو ببوسم. بیبوس جانکم بیبوس. بیا بیسرم. ایدتون مبارک. جان ایدت مبارک. مبارک باشد. ایدتون مبارک باشد مادرجان. تو هم مبارک. انشالله دردهایت تمام میشود. آمین انشالله از همه. ایدت مبارک. ایدت مبارک. انشالله سالی به درد و غم باشد. مبارک شود امیر. رفتیم بسری دستم. کنی رفتیم. Yüreğim kaç isyan gömdü. ایدت مبارک باشه. با شما هم. از شما. مبارک باشد. مبارک باشد. اید مبارک باشد. به شما هم مبارک باشد. خداوند قربانیت‌ها را قبول کند. تشکر. به شما هم قبول شود. یاشار برادر اید مبارک باشد. اید تو هم مبارک. خوب هستی؟ پدر لبای پسر شما چی رو انتظاری؟ مادرتان در خانه صبحانه را کیوان آماده کرده است. مایلش کمی انتظار شود. امروز به دیگه جا میرویم پدر. به کجا؟ مگر امروز عید نیست؟ بله. این طور باشد رفتیم. شرف این تویی؟ سلام اکا رضا. از دیدارت شدم. یاد کرد این جایها را؟ بله اکا رضا. خوش آمده پسرم.
برادران اهل اسلام، دلهای مردمی با ایمان در روز عید پر از شادی و فرح می شود. این عید را هر بنده مومن با هیجان و محبت خاصه پیشواز می گیرد. در این روز برادران اهل اسلام به سر منزل گذشتگان خود برای دعا خواندن می روند. بیماران را خبر می گیرند. به خاندان خویش و تبار و دوستان می روند. عید قربان دارای خصوصیت‌های خاص خود را می باشد. این عید مثل مهمان سال یک مرتبه به خانه ما می آید. با آمدن خود به ما فیض و برکت و شادی نشاط می آورد. مردم مسلمان با دل صاف و بی آلایش و فرح این عید را پیشواز می گیرند. عید قربان عید قرب یافتن و نزدیک شدن است. در روز عید آدمان به هم قهری آشتی می کنند و یکدیگر آغوش خود را وانموده کینه‌ها را از دل دور می کنند. دلهای شکسته را تعمیر می کنند. به صغیران و برجاماندگان کمک می کنند. راه و کوچه و محله های و خانه های خود را تعمیر و تازه و آزاده نگه می دارند. دعای پیران را می گیرند. برادران مسلمان، اگر دل را رنجانده باشید بروید و آن را به دست بیارید. اگر دست را خالی گذاشته باشید آن را بگیرید. این باریگران را از پشت خود خالی کنید. صبح خیر اپا جان، اینها را گیرید. خداوند قبول کند. سلامت باشید اپا جان، عیدتان مبارک باشد. تشکر پسرم. اپای گلشن، اپا جان به شما تحفه عیدانه آماده کردم. مرحمت. ای لازم نبود آخر، خودت را زحمت دادی که به تحفت را جنگ نکردم. هیچ گپ نه اپا جان، این سنت است. در سایه نقص باشید. تشکری زیاد پسرم. سلامت باشید. سیلا بیدار شد؟ هدیه هایش را دید؟ اگر بیدار میشد همین خیلی آرام میایستاد. اینطور باشد بیاد او را بیدار میکنیم. اپای گلشن، چه خیلی پای افضال زیبا بود است. این را کی آورده باشد؟ این پای افضال شما است؟ مگر پاهای من همین قدر خوردن؟ به فکرم کسی اینو فراموش کرده است. کی میداند کی از کیست؟ ای اکنون این را با کی پوشانیم؟ پای افضل سرخ است. خرید پدر جان؟ مگر می شود که دخترم خواهش کند و من نخرم؟ کوگیر؟ ای پای افضل سرخ چقدر به دخترم میزیبد. و مادرم هم معقول می شود. امروز عید است، مادرم هم می آیم پدر. اپای فریده زحمت کشیده برای ما نهاری تیار کرده. این طور نگوی، چه خیلی زحمت. خواستم که این صبح همه یک جای نهاری خوریم. امینه دخترم، تو یگون چیز نمیخوری؟ گرسنه نمونی؟ چه خیلی گرسنه مادر. چشمم رو کشوده نمیتوانم. رفته که هم پر دیگر خواب روم. امینه چه خیلی رفته خواب میروی؟ امروز کارمون زیاد است. بچه ها قربانی میکنن. تازه کردن و شستنی اون در گردن ماست. آخر امروز عید است. آه مادر جانی من از قربانی کردن چی را میفهمم؟ کاش بجای یکی کمال یگان قصاب رو دعوت میکردیم. قصاب؟ وقتی من در این جایم چه خیلی قصاب؟ حالا شما کمال ریمبا را میبینید. کار درشت میبرارم. انگشتانم را به جانب گوسفند دراز میکنم. یک پیش پا به گوسفند در زمین خواب. روده و اشکمبش، پوستش، گوشتش سه قسمی علاهیده می شود. گوسفند از کاری من حیران شده می گوید آخر کمی پیشتر در اینجا علف می خوردم، اکنون به چه حالت افتادم؟ خوبش من سپیرت و پخته رو آماده کنم، باز مثل سال گذشته نشود. در سال گذشته گوسفندی بهتر بیافتید.
میبخشی به حیوان شین گفتی باید شیند وای باشد مرا از پسش دواند. دخترم افسوندار کجاست؟ آن کس خوب خستن نمیخواهند. آن عیدهای پیشین کجا شدند؟ آن خنده سرور و شادی ها کجا شدند؟ گذشته رفتند. آقای خیردین ما رو پرتافته رفتی، بعدی تو خار شده. آقای شرف قصاب آمد. گوسفندی قربانی رو کشته گوشتش رو آورده است. حاضر می آیم. پسرم به دست یگان کس به محله پیشینمون گوشت فریست به کمبغالان دهند. امروز علی ریزا رو در مسجد دیده بودی، به او هم فریست. به فکرم بیچاره امسال هم قربانی نکرده است. میلش میفرستم. عید مبارک آقای شرف. تشکر به شما مبارک. گوشتا رو چکار کنم؟ دو بار خلطه‌اش رو در اینجا مانید، باقی مانده‌اش رو تقسیم کنید. من سراغه ها رو میدیم. خوب شده آقای شرف. اکنون این برگک سبز را همچون تحفه از ما قبول کنید. آقای کمال چرا زحمت کشیدید؟ لازم نبود آخر. نه خیلی زحمت نیست. آخر عید است، تحفه سنت است. یاسین شعر بچه، این شیمو کستوم از آنی توست. شیمو کستومی من؟ امینه اینش برای تو، انشالله به تو معقول می شود. تشکری زیاده مکی کمال. اپای فریدش این رو آسیا برای تو خریده است. تشکر، لازم نبود. آخر ما رو در خجالت گذاشتید. توبه، چه خیلی خجالت. چی رنگش به تو معقول نشد؟ نه گپ در رنگش نیو. این طرزی لباس پوشی من نیست، اما در خونه می پوشم. تشکر. خیلی زیباست، خیلی زیباست آسیا جان. تشکر آسیا جانی من، رنگی دوست داشتم. تشکر زیاد. اکی کمال اندازش موافق است؟ البته موافق است. چشمی من خوب به نظر میگیرد. برداشته نگاه کردم، گفتم شد این برای یاسین موافق است. آخر جسممون به هم مانند است که برای همین مشکل نبود. درست انتخاب کردم. بله بله. نه یک جسه شما از من هم کلانتر است. قد و قامت شما، جسم، چهره. من کجا و شما کجا؟ یک به خودتان نگاه کنید. آسیا دخترم زود کارت‌ها رو آماده کن. رفته قربانیمون رو بجا آریم، بعد رفته قربانی همسایه ها رو هم آماده کنیم. آخری دست کو و دیگران کمک کردن ثواب است. یا الله یا الله. کنی پسرم یاسین زودتر قربانی را بیار.
اکا چطور بیارم مگر نمیبینید این رو اداره کردن نمیشود؟ پدر یک روی نکنید قصاب رو جیغ زنه. چه خیل قصاب دخترم؟ مگر نگفتم که من خودم حل میکنم؟ من خودم میبرم. گوسفند جان من کنه بیا یک روی نکن. ابلت مرا هم مرا هم زده. یاسین دارو را میگوریزد کنیزو یکی کمال شما چکار کردید؟ دارو را دار اپای فریده با فکرم این عید قربانی نمیکنیم. به خدا کمی دیرتر میبریم. قربانی رو انتظارم. مادرم به فقیران گوشت تقسیم میکنند. بعد بر آمده میرویم. به انطالیا میرویم. خودت میدونی که مادرم کمی عصبی است. او عصبهایش را آروم میکند. من باشم به سیر و گشت میبرایم. امینه من دیرتر به تو زنگ میزنم. خیر. تو چرا به گناهت دروغ گفتی؟ مگر از خردیت به تو نگفته بودم که دروغ ضرر دارد؟ نگفته بودم که در یگان حالت دروغ نگوی؟ تو دروغ گفتن رو از کی آموختی دخترم؟ آخر مادر همسیفانا به استراحت میروند. اکثرشون به خارجه. چی من گویم که استراحتم را در یک بیرون گذراندم؟ امینه نخود این سخنان رو من از دهان تو میشنوم. دیگر این رو نشنوم. فهمیدی؟ دیگر نشنوم. ما همین خیلی چه خیلی که باشیم همین خیلی مجبور نیستیم که با دروغ دیگران رو به خود جلب کنیم. خواهند ما رو با همین احوال دوست شمارند. این طور باشد یگان همسینفم با من دوستی نمی کند. همین رو میخواهید؟ من خودم در یک مکتب کلان تنها بمانم. این چه خیلی مکتب بوده است؟ تو در کدام مکتب میخونی؟ مکتب شخصی است در مرکز. دوگانه هایم یک لباس رو دو مرتبه نمی پوشند. راننده شخصی دارند. من هم داشتم. آخر چی طرف با آنها در چنین جای زندگی کردنم رو گویم؟ بعد از این تو رو با مکتب دیگر میگذرانم. نه من با دیگر مکتب نمیروم. امینه تو در یکی از مکتب های اینجا میخونی. مبلغی ما با اون مکتب نمیرسد. به این هم پول های دادهشون بیهوده رفته است. در اونجا به تو هیچ چیز رو نآموزاندند. آدمیگری رو نآموزاندند. حیف، صد حیف. از تو چنین امید نداشتم دخترم. من نمی نوشم. به این هم با بیرون می برایم. با این تبریک نکرده با کجا می روی کلی؟ دیروز ما با شرف یک دیگر رو تبریک کردیم. همین طور شرف. این چیست؟ کسی کلیدش رو افتونده است. کنیده. این رو پرتو. دیگر با اونها کلید لازم نمی شود. به این هم در قدی کوچه می مونند. با کجا می رویم خانم؟ برای خورسند نمودن کودکان. یک کودک رو رفته خبر می گیرم. اکا آخر ما کاری خطا میکنیم. این گوسفندی ما نیست. پسر من گوسفند را نمیشناسم. از بویش معلوم است. خیر کمی تر شده است. تو هیچ کم نیه راگرد. اکا این گوسفندی ما نیست. گوسفندی ما گریخته. برو به این خوب نگاه کنید. این دیگر است. تو هیچ چیز را نمیفهمی. او را نشناسیم گفته پوستش را عوض کرده است. اکا به خدا ما را حیران میکنید. مگر میتونیم گوسفندی را که نخریدیم قربانی کنیم؟ این را بین حالا هم گپ میزند.
یاسین من با اجازت خدا این حیوان را قربانی میکنم. راگر مایلش. او در اینجا چیکار میکند؟ کاری تو و او با آخر نرسیده بود؟ بله اکا، اما نمیدونم که باز چرا آمده است. حاضر میفهمیم. وای همشهر چی حال داری؟ دیسکت حالا هم نبرآمده است؟ نه نبرآمده است. خواطر نشو، برآمد به تو تحفه میکنم. من خیلی خرسند میشوم. چی شد؟ اون شب مثل فراری ها گریختی؟ به فکرم خوب مهمانداریت نکردن. چیکار کنم؟ هیچ گپ نی. دفعه آینده می شود. در اینجا چیکار دارید؟ مگر مسئله رو بین خود حل نکردیم؟ ایستا زود به غضب نهای. چنانه گفتن دوست کهنه دشمن نمی شود. گوش تقسیم میکردم. خواستم تو و مادرت را با عیدتان تبریک کنم. گنگ گوشت ها را بیار. لازم نیست. به احتیاجمندان دهید. یاسین دوست شما نیست و هیچگاه دوستتان نبود و نمی شود. از ناعلاجی به نزدتان رفته است. شکر که او بی صاحب نیست. مادرش در برش. دیگر نه به شما و نه به شما بر اینها احتیاج ندارد. وقتی چنین مادر داشته باشد به دیگران چی احتیاج میمونه؟ تشکر که مرا فهمیدید. اکنون از اینجا روید. دیگر به اینجا نآیید. قرضمان رو برمیگردانیم. بیا رفتیم. خانم را زیاد ناراحت نکنیم. اگر قرض را زود سپرده میتوانستید. رفتیم نیست. اینها برای شما نیستند. بچه ها مهمان را ناراحت نکنید. به این طرف گذارید بچه ها. خوش آمدید. عید مبارک. با شما هم. یگان کس رو میجویید؟ نه همین خیل. اینها خیلی شیرین نکند. اگر خواهید هدیه ها رو هم رو تقسیم کنیم. برای همه‌تون آوردند. نام تو چیست؟ خیری
آمدیم.